دندان گرگ، نوشته شاه منصور شاه مرزا، راوی فردوس اعظم. مرد در حالی که سرش را روی کله زخمین و خونالودی اسب گذاشته بود، دستانش را بر گردنش حلقه زد. همان رایحه آشنا را شنید که حالا با بوی خون اسب آمیخته بود. فهمید که دست و پای حیوان را با وسیله سنگین زده و شکسته و با همان ابزار که تخمین میزد تبر یا پتک باشد بر سر و گردنش محکم کوبیدند. تلاش کرد اسب را از جای برخیزاند، ولی مخلوق فقط با چشمان محزون به او مینگریست. آن چشمها میگفتند: نه عزیزم، من دیگر آن اسب پیشی نیستم، کارم تمام است. برخاست، نفسی عمیق کشید و کمان را از کتف بیرون آورد و روی ستون طویله آویخت. کاری کی باشد؟ اولین سؤال بود که ذهنش را شکافت و از خدا آنچه را خواست که شدنی نبود: زبان گویای جانور. در چشمان حزین اسب اشک حلقه زد، نشست و گوشش را بر سر سینه خونالود اسب نهاد. دل جانور تپ تپ می زد و از درون آن نجوای به گوشش می آمد. ما اسب ها حیوانات نجیبیم. این یک راز سر به مهر است که با خودم می برم. همه چرا قبلا با رفتار و نگاه هم برایت می گفتم و تو می خواندی، ولی این بار من بی‌وفایی می کنم و نمی گویم. صلاح آن است که ندانی، وگرنه یک دردت هزار درد خواهد شد و آن عمر بر زخم ناسور قلبت نمک خواهد پاشید و شاید هم باورش برایت سخت باشد. اگر افشا کنم احتمالاً از سر خشم و انتقام کار خواهی کرد که عاقبتش جز پشیمانی باره نخواهد داشت. شاید او را بکشی و یا برعکس و فرزندانت یتیم میمانند. این رسم ما نیست. بی پروا باش. حواله بد را به آنه که ما به تو را آفریده است واگذار کن. چه کار باید بکنم؟ نزد کی بروم؟ می اندیشید مرد. بارها هم دهگان زخمی و خونشارش را با همین اسب سوار کرده و به نزد طبیبان برده بود. می گفت اسب او بال دارد و پرواز می کند و همه باورشان می شد. حالا چاره‌گر بیچاره است. برخاست و تا جان داشت گریه سر داد و دست بر دامن خدا زد. عدالتت کجاست؟ چرا جانی مرا نمیگیری که شاهد این لحظه نباشم؟ بعد او من چه کار کنم؟ اسب نمیخواست صاحبش را به این حال ببیند. گوشهایش را به پیش خم کرد. مرد میدانست این نشانه آرام شدن اوست. چرا آخر؟ با کدام گناه؟ اگر من بد بودم تو چه گناه داشتی؟ دوباره نشست و سر روی دستان گذاشت. همش گناه زنم است. او نگذاشت اسب را همراه همان به سر زمین ببره. شاید این بلا به سرش نمی آمد. حالا خوب شد. مزرعه با خانه فاصله زیاد نداشت و شیهه حیوان را شنید و تخمین زد حتما بلای بر سرش آمده و با شتاب خود را به طویله رساند. او اسبش را خوب می شناخت. هرگز در شب شیهه نمی کشید. طوفانی سؤالهای بی پایان مغزش را می شکافت. نمی دانست چی کار کند در این شب تار که به دادش می رسد. کجای اسب را درمان کند؟ دست و پای شکسته و یا سر و گردن خونشارش را؟ موزه هایش از جوی خون تر شده بودند. پیش ناصر دوست یکه و تنها و پشتیبانم در سختی ها روم؟ شاید چاره اندیشد.
هرچند نمیخواست در این لحظه جز به مداوای اسب فکر کند، بدون اختیار ذهنش به گذشته پرواز کرد. ترسی عجیبی از بچگی در وجود ناصر جای داشت. با او گفته بودند دندان گرگ هر گونه ترس و هراس را از انسان دور می سازد و این را با دوستش در میان گذاشت. مدت بود گرگ خاکستری به دهه حمله می کرد و به چارپایان مردم خسارت وارد می ساخت. چند شب و روز گرگ را دنبال کرد ولی بی اثر بود، تا آنکه شب به قله کوه چیغ رفت. ذره های برف زیر نور ماه کم نور مثل الماس می درخشیدند. نزدیک صبح گرگ نمایان شد. اسب رم کرد. گرگ که می خواست از تپه پایان شود، مرد با 2 تیر کارش را تمام کرد و دندانهایش را شکست و به دوستش داد. تصمیمم درست است. فقط ناصر می تواند به من یاری کند. دوستان در روز سخت به کار آیند. دوباره چشمان هر دو به هم گره خوردند. نگاه اسب می گفت آن بی‌طرح‌ها می دانست با کشتن تو مرادش حاصل نمی شود. کارت با 1 تیر تمام می شد، ولی با کشتن من تو را آهسته آهسته می کشد. هر روز 1000 بار می میری. او خوب می دانست من برای چقدر عزیزم. مدتها این روز را انتظاری می کشید. یادت هست در بزکشی مره را بردی؟ آن روز می دیدم همه مردم شاد بودند و تنها او غصه می خورد. باطن انسان ها را از شما بهتر می شناسیم، ولی خدا زبانمان نداده که آن را گویم. تو فکر نکن شبهایی که آب کشزارت را می بستند من خبر داشتم ولی نمی توانستم به تو بگویم. یا زمانی که گندمزارت را آتش زدند از قبل نیت آن نابکار را می دانستم. چند بار گوشهایم را به عقب خم کردم که دیدم توجه نکردی، ولی او چه به دست آورد تو به کجا رسیدی؟ صاحبی من، تو هنرمندی، نجاری و باغداری، گلکاری. این هنرها را نمیتوانند کسی از تو بگیرد. و باز هم قصر و کشک ها خواهی ساخت، جوی ها خواهی کشید و باغ های نو بنیاد خواهی نمود. مرد پریشانتر می گشت و لگام تمرکز از دستش رها می شد. نکند کار نوروز باشد؟ او روز بزکشی مرا تبریک نگفت. نه، این کار خاورشاه است. او خبری آتش گرفتنی گندمزار را به من رساند. از این فکر منصرف شد. نه، او پلید که هست، ولی تا حالا از این کارها نکرده. یا بلکه شادی دست دارد که حاضر بود بر عوض برزگافهایش اسب را بگیرد. همسرم امکان دارد با یکی از اینها هم دست باشد؟ بیقرار بود. نه پای رفتن به نزد ناصر داشت، نه خاطر جمع ماندن کنار اسب. نمی توانست فکرش را جمع کند و نتیجه به دست آورد. فقط حال زار سمند باد پایش در این لحظه ها برای او مهم بود که چه سان نجاتش دهد. دوباره چشمان اسب به سخن در آمدند. صاحبم آن روز که لگام مرا به دستت داد در دلش گویا این را می دانست. سرنوشت تلخم را می گویم. مادرم آن روز تنها 1 بار به من نگاه کرد و چند دفعه برگشتم که ببینمش، سرش سوی دیگر بود. من از تو راضیم. همیشه شأن مرا حفظ کردی و باره هم مرا بر جایگاه خر ننشاندی و بر پشتم هیزم و علف بار نکردی، بلکه تنها به عنوان سواری از من کار کشیدی. و من هم یاری با وفای بودم. از هیچ چیز کم نگذاشتم. هر جا لازم بود 4 نعل دویدم و به منزل سالم رساندمت. مرد به خود می پیچید. فکر زیاد آرامش نمی گذاشت و با خود می گفت من که سرم به کار خودم هست، با کسی کار ندارم. اگر زمین و مال زیاد دارم همه را با زحمت و رنج به دست آوردم. کی می تواند با من دشمن باشد؟
حیوان فکر او را خواند و دوباره با چشمان نمزده غرق اشک به صاحبش نگریست. خیلی ساده ای و هنوز دنیا را نمی شناسی، مردمانش را هم. یادت می آید زمانی را که به دشت لب تشنه جوی آوردی؟ آن زمان فقط من می دانستم خستگی تو را، آنگاه که سوارم می شدی و بیگاه به خانه می آوردمت. عرقی تنت روی پوستم می ریخت و حس خوبی به من دست می داد. بار عاریتت را فقط من می توانستم بر دوش بکشم. زیر تنه مردم نمانم گفتی و با دندان و ناخن جوی را کشیدی که آبله دستانت را می دیدم. مردم از اینکه از آنها پیش باشی خوشحال نمی شوند. مثل ما رقابت سالم ندارند. این را در مسابقه های بزکشی بارها دیدم. اسب ها هم جنس های خود را از پشت بر نمی زنند، بلکه این انسان ها هستند که یک دیگر را چشم دیدن ندارند. همیشه شکر به جا می آوردم که به دست مرد مثل تو افتادم، وگرنه کسی نمی داند به دست نادان و غافل می افتادم سرنوشتم چی می شد. گاه هم جنسانم را می دیدم که صاحبانشان با آنها چه بی‌رحمی ها روا می داشتند. آنها را در جایگاه خر می نشاندند، هیزم و علف بارشان نموده و از فرط جهالت لط و کوبشان میکردند. ولی من و تو دو رفیق بودیم، دو یار، دو نیمه گم شده ای هم. میدانی مشکلی تو چی است؟ تو از جای دیگر آمدی و اینجا مسکن گرفتی و اینقدر آبادی کردی و داراتر از اینها شدی که این امر به مذاق آنها خوش نآمد. شما انسان ها به یک بیماری بیدوا گرفتارید که درمان ندارد. این موضوع گاه ما به زبان ها را به شگفت می آرد. مگر در روز از یک نان بیشتر می خورید؟ پس اینقدر بخل و حرص و اسیر نفس سرکش بودن چرا؟ مرد گوشش را از روی سینه اسب گرفت و در حالی که زخمهای اسب دلش را خونشار میکرد به اندیشه رفت. ضرری من به کدام اینها رسیده است؟ اسب که پره‌های بینیش بالا و پایین می شدن رموز گرفت و با نگاه به او گفت: هنوز هم قانونهای نانوشته عالم را نمی دانی صاحب ساده من. هر قدر ناتوان و فقیر باشی اینها برایت با زبان دلسوزی میکنن، کار با تو ندارن. ولی همین که یک قدم از اینها پیشتر گذاشتی در پی تهمت، ضرر رساندن و نیش زدن میشوند. شما آدمیان عجب رسمی دارید که ما به زبانها گاه شکر میکنیم انسان آفریده نشده ایم و آنچه را میبینیم بازگو نماییم. صاحبی با وفایم، عمر من همین قدر بوده است. من میروم، تو میمانی با این توده حسود و رذیل، اما یاد من هرگز از خاطرت نخواهد رفت. مرد به یاد آور روزگاری را که برای دولتمند منزل بنا کرد و او بر عوض آن خانه های باشکوه کوره را به دستش داد. نزدیک 20 سال با هم بودند. با همین اسب عروسش را به خانه آورد. چند زنی دو جان را از تگاب به دیه رسانید که طفلشان را به دنیا آورند. در روزهایی که پنجه غم گلویش را می فشرد و تنهایی می کشید، اسب که او را شبدیز نام گذاشته بود کنارش قرار داشت. غم او را درک می نمود و با حرکاتی که فقط از او برمی آمد بران می شد تا صاحبش را شاد کند. چشمان جانور همانا حرف می زدند و مرد آن را می خواند. من و تو زندگی با صفای داشتیم، مگر می توان آن لحظه ها را فراموش کرد؟ بر سری مزرعه می آمدیم، دیه در خواب بود، سر زدنی سپیده را تماشا می کردیم و یا نشستنی خورشید را که تو دلبستش بودی. من و تو داستانی از محبت پاک را تجربه کردیم.
باور داشته باش کسی جای مرا پر نمی کند، همانطور که کسی مثل تو نمی تواند باشد. این دنیا همین است، یک روز می آیی و یک روز می روی. تو هم به دنبال من دیر یا زود خواهی رفت، ولی همین خاطرها باقی می مانند در ذهن اهل روستا و از نسل به نسل، دهان به دهان می چرخند. تو بارها جانت را قربان من نمودی، یادت هست؟ زمستان سرد در گردن برف زیاد می آمد و تو جامعت را در آوردی و بر پشتم کشیدی. هرچند تکان نخوردم و اصرار داشتم از رویم بردارش، از من گردن شختر تو بودی و وقتی به ده رسیدم 3 روز تبت پای نآمد. آن روز من همراه تو عذاب جهنم را کشیدم. من و تو خواجه و خادم نه، ماه و خورشید بودیم. تو حاضر بودی برای من جان دهی و من نیز. هر دو آمده بودیم دیگری را کامل کنیم. چیز شبیه الماس زیر نور کمرمق ماه درخشید و نگاه مرد را گرفت. مرد آن را برداشت. به انصاف، حتی به دندان اسب رحم نکرده است. مرد سر اسب را بالا آورد و بر دندانهای او دست کشید. گمانش اشتباه بود. دندانهای اسب همه سالم و سر جایشان بود. اسب از زور درد با آخرین رمق شیهه می کشید، می نالید و با دهان پر از کفک با ترحم به صاحبش می نگریست. مرد از نگاه اسب رموز گرفت. جنایتکار به محل جرم برمیگردد، نگران نباش. از بیرون آواز پای به گوش رسید. صدای 2 تیر بلند شد و سکوت غمانگیز ده را شکست.